سلام و عرض ادب. امیدوارم که عالی باشید و ایام به کامتون باشه. بچه در راستای جلسه قبل این جلسه میخوایم ببینیم که حالا بای و سل و پندینگ اوردرها رو چجوری باید توی متاتریدر انجام بدیم. بهترین راه برای انجام معاملات اینه که شما بیاید بالا توی قسمت نیو اوردر و گزینه نیو اوردر رو بزنید. بچه هر نموداری که اون لحظه روش باشید نیو اوردر و به اصطلاح این صفحه شما هم اونجا باز میشه و روی اون چارت باز میشه. نگاه کن اینجا توی قسمت علائم سیمبل ها پوند یو اس دی باز شد، چارت منم پوند یو اس دی. ولی اگر خواستین روی یک نمودار دیگه تغییر مثلا معامله انجام بدید نیاز نیست چارتتون رو عوض کنید. این بالا کلیک میکنید، چارت مورد نظرتون رو پیدا میکنید و روش معامله رو انجام میدید. موارد بعدی بچه‌ها، این قسمت تایپ رو می‌بینید نوشته مارکت اکسکیوشن. این برای زمانیه که من میخوام تو همین قیمت سل یا بای بزنم. اگر این کارو بخوام انجام بدم خیلی ساده، اول حجم معامله رو مشخص میکنم که میتونم اینجا کلیک کنم از حجم خودش استفاده کنم یا نه حجم خودم و مثلا من میخوام 1/10 لات معامله کنم انتخاب میکنم. مثلا الان میخوام من یک معامله خرید انجام بدم، قیمت 1.16187. من میخوام استاپ براش بذارم، استاپمو میذارم 1. مثلا 16.05. پیپتش هم دیگه حالا نذاشتم و بعدش میخوام تیپی من بذارم 1.16 مثلا 45. درسته 45. اگر بچه من الان اینجا گزینه سل رو بزنم میزنه invalid SL or TP، یعنی استاپ و TP شما اشتباه هست و نمیذاره وارد معامله بشین، چون من برای معامله خرید این استاپ و TP رو گذاشتم، حواستون باشه. ولی میتونم معامله خریدم الان انجام بدم، میزنم بای و میبینید یک معامله‌ای برای بنده باز شد که توضیحاتش رو اینجا می‌نویسه. من اوکی میزنم، تایم فریم رو یکم میارم بالاتر، یکم دیگه بالاتر، میخوام نمودار رو ببینید به طور کامل. بچه‌ها نگاه کنید وقتی من معامله رو زدم، خب ببینید اینجا وقتی من این معامله رو زدم الان 3 تا خط افتاده تو نمودارم. این 2 تا خط قرمز مربوط به SL و TP هست، این خط سبز مربوط به خود معامله. این بغل سمت چپ هم توضیحاتش نوشته که یک معامله خرید هست، بای حجم 1/10، اینجا TP اینجا SL. حالا من ترمینالمو که باز کنم بچه‌ها توی قسمت ترید که بیام میبینم این معامله هم قشنگ برای من ثبت شده با همه توضیحاتش. هر تغییری که بخوام توی این معامله انجام بدم بچه‌ها، مثلا SL و TP شو بخوام اضافه کنم، میتونم دستی این SL و TP شو بگیرم جابجا کنم. برای اولین بارم که باشه این صفحه براتون باز میشه، این تیک رو میزنید، تیک الان اکسپتش رو میزنید و اوکی میدید دیگه. از این به بعدم این ارور رو این صفحه براتون باز نمیشه. مثلا شما میذارید تیپیتون اینجا باشه، جابجاش میکنید، یا SLتون رو میارید پایینتر یا بالاتر. فقط همینجا بهتون بگم که طور خدا SLتون رو جابجا نکنید، راجبش قبلا صحبت کردیم. برای بستن معامله کلیک لاست میتونید اینجا بکنید، گزینه کلوز اوردر رو بزنید و برای ایجاد تغییر تو معاملهتون، حالا اگر نخواستید SLتون و تیپیتون رو دستی تغییر بدید، میتونید گزینه مودیفای رو بزنید، بیاید اینجا و اینجا دوباره SL تیپیتون رو تغییر بدید. مثلا من تیپیم رو از مثلا 17.223 تبدیل میکنم به مثلا 17 مثلا 10. درسته؟ به این خط قرمز بالا نگاه کنید. من الان مودیفای رو که بزنم خط میاد پایین‌تر. به همین سادگی میتونیم هر تغییری رو خواستیم ایجاد کنیم. برای بستن معاملهمون میتونیم این کنار این ضربه در رو بزنیم، معامله بسته میشه. میتونیم اینجا کلیک راست کنیم، کلوز اوردر رو بزنیم، معامله بسته بشه. و اینکه اگه یه موقعی هم خواستید مثلا الان 1/10 لات معامله دارید، خواستید نصفش رو ببندید، یه بخش رو ببندید، یک کلیک راست بچه‌ها اینجا میزنید، تو قسمت مودیفای اور دیلیت اوردر میاید، توی این قسمت تایپ مارکت اکسکیوشن رو انتخاب میکنید. این صفحه براتون باز میشه همه چیش. به جای مثلا 1/10 من الان میخوام 500 از معامله‌ام رو ببندم، درسته؟ میزنم 0.5 و 500 رو انتخاب میکنم. ببینید اینجا نوشته کلوز این معامله 5% بسته بشه. الان به حجم معامله من این پایین نگاه کنید 1/10 لاته. من این کلوز رو که بچه‌ها بزنم 5% بسته شد، 5% باز هست. تو اکانت هیستوریم هم اینجا اون 5% که بستم الان اومده. الان من میخوام معامله رو ببندم، خیلی راحت میام این بغل و گزینه ضربه در رو میبندم، کل معامله بسته میشه، خطا هم میرتش. حالت بعدی که من بخوام معامله‌مو انجام بدم معاملات شرطیه. دوباره میام تو قسمت نیو اوردر، توی این قسمت تایپ اینجا به جای مارکت اکسکیوشن کلیک میکنم و پندینگ اوردر رو انتخاب میکنم. بعد از اینکه پندینگ اوردرمو انتخاب کردم، بسته به این که چه مدلی میخوام بزنم، بای لیمیت، سل لیمیت، دیگه جلسه قبل کامل یادش گرفتیم. مثلا من میخوام الان یک بای لیمیت رو انجام بدم.
خب میام چیکار میکنم؟ نه الان بذار این دفعه سل لیمیت رو انجام بدیم. من الان میخوام سل لیمیت انجام بدم. اول از همه حجم معامله مثلا چقدر بوده؟ اینجا میذاریم 0.2 لات. بعد تو چه قیمتی میخوام وارد شم؟ الان قیمت 1 دات مثلا 16.23 هست، درسته؟ این بغل هم بچه اینجا براتون مینویسه قیمت ها رو. من میخوام مثلا تو 1 دات 16.50 بیاد برای من به اصطلاح یک معامله سل لیمیت باز کنه و فروش بزنه. حد ضررم هم 1 دات 16 مثلا 70 میذارم، حد سودم هم 1 دات 16 20 میذارم. خوبه؟ حد سودم پایین تره، حد ضررم بالاتر از قیمتم که بالاتر سل لیمیت دیگه. و یه نکته ای داره بچه، اینا رو که همه رو داشتیم. این قسمت اکسپایری خب برای معاملات شرطی وجود داره، تو حالت عادی خاموشه. یعنی اینکه اگر من اینو فعال نکنم این پندینگ تا ابد میمونه تا روزی که باز بشه با یکی از استاپ و تی پی ها بسته بشه. یه موقع شما میخواین معاملاتتون زودتر بسته بشه، یعنی معاملاتتون پندینگ اوردرتون مثلا تا 3 روز دیگه بیشتر رو نمودارتون نباشه، میایید اینجا تیکشو میزنید، این صفحه رو باز میکنید، هر تاریخی که دلتون خواست که معاملاتتون اونجا اگر باز نشده بود پندینگتون دیگه پندینگ برداشته بشه انتخاب میکنی. مثلا میزنی آقا نمیدونم مثلا تو 11 شهریور. خب حالا ما تاریخ اکسپایری براش نمیذاریم، ولی میتونید بزنید ساعت، تاریخ، همه چیشو مشخص کنید، بگید آقا اگر تا این روز معامله باز شد که شد، نشدم ببندش. بعد من اینجا الان گزینه پلی سوکی بزنم بچه‌ها، ببینیم رو نمودارمون یک سری خط دوباره اومد. این دفعه بچه‌ها باند این معاملاتمون زیر این باند خاکستریه میافته. توجه دارید؟ چون که پندینگ اوردر هر موقعی که فعال بشه میاد بالا. تفاوتی که با بقیه معاملات داره اینه که تایپ رو، یعنی با مارکت اکسکیوشن، تایپ دیگه سل و بای نیست، سل لیمیت بای لیمیت، سل استاپ بای استاپ، اینجوری کامل اینجا بهمون نشونش میده. دوباره اینجا که بیایم بچه همون تغییرات رو میتونیم دستی بدیم. خب یعنی میتونیم همه چی رو دستی جابجا کنیم. اصلا میتونیم این خط سبز رنگ رو بگیریم، اینجا توی پندینگا 3 تا خط با هم جابجا میشه دیگه. میتونیم این کار انجام بدیم. خواستیم پاکش بکنیم، دیلیت اوردر روش کلیک راست بکنیم. روی استاپ و تی پی مون هم باز میتونیم کلیک راست کنیم، هر کدومش رو پاک کنیم، کل اوردر رو تغییر بدیم. یعنی اینا چیزای عجیب و غریبی نیست بچه‌ها، همش رو دیگه تمرین کنید راه میافتید. مودیفای هم که روش بزنید میتونید هر تغییر رو خواستید دوباره ایجاد کنید، قیمت، استاپ، تی پی و حتی معامله رو پاک کنید. خیلی راحت هم میتونید این کنار سمت راست گزینه ضرب در رو بزنید. توی اکانت هیستوریتون هم بچه‌ها حتی اگر فعال هم نشه و حذفش کنید وجود خواهد داشت. کل داستان خرید و فروش اینه. فقط یه نکته کلیدی هم بهتون بگم، یعنی کنکوری این درس. بچه‌ها نگاه کنید، فلش بالا رو می‌بینید کوچولوئه. ببینید اگر کلیک کنید همچین صفحه‌ای براتون باز میشه. وقتی که بخواید معامله کنید میتونید با یک کلیک با این بخرید یا بفروشید. ببینید ولی استاپ تی پی هیچی براتون لحاظ نمی‌کنه. خواهش می‌کنم از این سیستم برای خرید و فروش استفاده نکنید، چون معمولا آدم‌ها موقعی که بازار خیلی داره نوسان میکنه و میترسن جا بمونن از بازار، میان سریع وارد میشن. بعد فکر کن شما مثلا اینجا یه معامله خرید میزنی، خب قیمت هم مثلا داره میریزه، بعد حد ضرر تو هم مثلا میگی من میخوام حد ضررمو هم بذارم زیر این کف این پایینه، بذار سریع وارد شم تا جا نمونم از بازار. تو تا معامله رو میزنی میخوای حد ضرر تو ست کنی، یه دفعه قیمت تا این پایینا ریخته و از حد ضرر تو هم رد شده. خیلی وقتا تو اخبار این اتفاق میفته. خواهشی که ازت دارم برای انجام معاملاتت اصلا کاری به این داستانا من بهت یاد میدم، چون باید بدونی اینام هست، ولی برای انجام معاملات تو قسمت نیو اوردر با آرامش، با حوصله معاملاتت حجمشو وارد کن، استاپ، تی پی، همه موارد و سودتو از بازار بگیر. هر سوالی از ابتدای دوره تا انتهای دوره داری همین زیر برام بنویس، کامنت کن، چون دیگه داریم وارد بحث تحلیل میشیم. ببندیم بحث مبانی و متاتریدر و بریم برای تحلیل. دمتون گرم، مرسی که اون قلب سفیده رو قرمز میکنی و لایک میکنی.